موږ تللي وو د ازبکستان هېواد ته او هم تمدید قرارداد وسو، هم په هغه مشکلاتو وغږېدلو او هم یې برق را اضافه کړ او اوس کابل کې انشاءالله هغه برق به پوره وي. قرارداد که صورت گرفته تقریبا 440 مگاوات برق است که امی در قرارداد چی شده گنجانیده شده طبق امی مواد قرارداد اونا برای ما برق میته انشاءالله. همه باقیات ما به اونا پرداخت کردیم، هیچ کشوری نمانده که از ما مقروض باشیم، اما اگر قرضش مانده باشه او مشکل امی نیست که ما پول نداریم، مشکل در امی انتقال بانک است، چرا که با افغانستان بانک کمی ذره محدودیت داشته و سر از مشکلات آمده به وجود، به همین خاطر ما در انتقال کمی ذره تاخیر میفته.